آیفون به دستهای فقیر چقدر داری می‌بینی؟ برادر من، خواهر من، خودتو به آب و آتیش نزن که این آیفون نارنجی رو بگیری دستت. چند روز پیش یکی به من میگفت آقا اجاره هم میدن، یعنی اجاره بهت میدن 2 روز آیفون بری پارتی بعد برگردی بی تحویل بدی. اینجا نامردیه که من نگم بابت این فوش میخورم و میگم چرا نمیگی که آیفون رو آزاد کنن، ارزون کنن که من بتونم بخرم؟ بله باید ارزونم باشه، قدرت خریدش هم باشه، ولی من دارم میگم اگر نیست تو خودتو به آب و آتیش نزن که اینو بگیری دستت مغز خالی جیب خالی. کسایی که آیفون قسطی میخرن هیچ وقت رشد نمیکنن. میدونی چرا؟ شما زمانی باید 200 میلیون پول به آیفون بدی که 10 برابرش رو سرمایه زیر سرت داشته باشی. زمانی که آدم ها دستاورد دارن یه گوشی و ماشین و خونه و برند لباس ارزش به حساب نمیاد. اون موقع است که تو انتخاب میکنی بخرم یا نخرم. میدونی کیا با آیفون میخوان شو آف کنن؟ کسایی که دستاورد ندارن. تو دستاورد داشته باشی عملا نیازی نداری بخوای با آیفون خودتو شو بکنی. هیچ وقت تلاش نکنید که به زور بخواید یه گوشی مدل بالا بخرید. گوشی مدل بالا آیفون 100 میلیونی 150 زمانی بخرید که 10 برابر 20 برابرش رو سرمایه دارید و اون موقع باید انتخاب کنید بخرم یا نخرم.